Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar. Xudo xolasa mana bugun navbatdagi reysimizni kuzatgani Toshkent Qora aeroportiga yetib kelganmiz. Fazlullo Qoragan bilan birgalikda. Mana bu yerdan so'nggi kamzullar degani mashinaga kelyapmiz. So'nggi kamzullarni olib, hozir olib kirib xonaga, ichkariga ziyoratchilarga tarqatamiz bir qator. Hamzaga kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar zo'r. Biz ishchi guruhimizdan bo'ladi, Xurushda aka, akamiz farg'onalik. Mana so'nggi kamzullarni olib kirib ketyapmiz mana. Xudo xolasa mana ziyoratchilarimiz buguncha soni ozroq edi. 35 ta, yo'q, 45 ta ziyoratchi ketadi bugun. Mana hammasi to'lovlarni aeroportda qilyapti. Hamma mana realniy. Kamzul turkalarni olib, to'lovlar 100% aeroportda bo'ladi. Pastda nomerlarni yozib qo'yamiz, aloqa chiqinglar, operatorlarimiz to'liq va batafsil ma'lumotlarni berib o'tadi. Hozir biz mana Toshkent Qora aeroportidamiz. Boshqa restoran ketyapti mana. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar. Umra ziyoratini niyat qilganlarga pastda nomerlarni qoldiramiz. Aloqa chiqinglar, to'liq ma'lumotlarni operatorimizdan olasizlar. Xudo xolasa mana ziyoratchilar bilan ketyapmiz umra ziyoratiga, kuzatyapmiz to'g'rirog'i. 14 kunlik umra ziyorati Toshkent Jidda yo'nalishida bo'ladi. Primoy reys 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 2 mahal, 10 kun Makka Mukarramada, 3 mahaldan o'zbek milliy taomlari bo'ladi. Qaranglar, tepada bitta link qoldirib qo'yaman, ko'rsanglar. To'liq ma'lumot narigi videoda olasizlar. Hozir shovqin bo'lyapti, to'g'ri tushunasizlar. To'liq video qilib bera olmayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Toy shahriga keldik inshaalloh. Masjid ki budi? Masjid Abdullah ibn Abbos. Abdullah ibn Abbos masjidiga keldik. مسجدی است که پیامبر بشریگی در شهر توحید برای خدای یکتا رو پرستش کردن. مرحمت قرار رنج کنید به شما باشه. Güzel. اومدن در دست شب بایگه اول خوراکنی مردم Al-Muslim guruhi va xohlasa Toy shahriga kelishdi ziyoratga. و همه مشکلات ها چکار کردن فوقت کردن و در کشتن شاگرد رو آمدن همه قدر عبدالله ابن عباس در علم تفسیر و همون نقطه بلند برندگی بودن که نظیرشون فاهم روزا گذشتگی نیستن. یک سوری همین فاتحه را 2.5 سال تفسیر کردن نویستن. 2.5 سال تفسیر کردن نویستن. 8 جلد کتابای همه که اگه هم قرآن های همه رو کن بکنیم 8 جلد کتاب و 8 سوری تفسیر را سوری فاتحه را تفسیرش نویستگان عبدالله ابن عباس و در آخر گفتنگی اگه عبدالله همه قمید و هر کسی که بود دونتر گوشه بود مرحمت گذاشته نگفتم من هم نشه میدونم همه دونمونم ولی شما بچه همون اگه قایدی بغدادی کنیگن خواه که آدمایی که بود فتاویه ها رو همشه از خود کردین تمام کردین و همین حکم ها میبرن میرسونن شما برای خاطر همیدن در علم فقط نمیستن در علم نیستن بلکه و همون علم عمل کردن در کارهای من همین خدمت های شایانی همون کسی ها بودن که امروز به من شما قرآن و صحت سلامتی اومده رسید به یگان تغییرات به یگان ادارگی به یگان خطاگی اومده رسید و اینها در همین جا زندگی کردن درس گفتن اون رو به سر بردن و در همین جا چه بگی هر کسی که از مکانی خودش برونده یک جور برای تدریس برای دین اسلام سرکش با اونجا در قبرستان های همین قدیمه که همین جنده خوب شدی گردم اونها پروردگارم تا روز قیامت می اومدگی زیارتی هایی که اینجا می بیاین دعاهای نیک در حق علم خیل شهید ها کنند خداوند الهی صف این خیل حافظ ها
ثبت این خیلی مفسران را در امت اسلام افزون کنند و فرزندای من شما را به خواندن کتابا اون ادبیات هایی که اونا نوشتن گذشتن و رفتن دسترس کردن و خواندن از اونها استفاده بردن پروردگار و فرزندان شما را میسر کنند و من شما را به این جایهای مبارک اومدن خداوند و غیر از من شما بود دیگر کسایی که میگن توصیه دادن و اینجا قدماشون رسوند و روح ارواح ایشون را از ما شاد گرداند و دعاهای نیکی ما را در حقشان مستجاب گرداند و از جایگاهی که وعده کردگی است برای خاطر شهیدها که اونا مردگی نیستند اونا اجر و پاداش پروردگار خودش میتید اجر و پاداش شدی از مورهای وفمینه بودن در اینجا که مثال در حقشان خواستیان که مثال دعا کنیم و چندین کسان هم گفتگی بودن که حال با خدا خواهد با نزد حرم ابراهیم با اونجا من دعا میکنیم دیگه خطبه‌های همین از بعد عرفات تا امروز و خیالم شماره شد 4 تا شدن اگر چی نکنم تعیین کردن که خطبه رو بخشید بهترین جایهای بخشیدن این همون قبرستان شهدا هست که اینجا در چندین شهیدها خودشون باشکنه باشد فرزنداشون نویرهاشون و دیگر صحابه هایی که اینجا مبتگی بودن در اینجا گذاشته میاید